خاطرتون باشه توی رکوردهای قبلی در مورد گیت بش صحبت کردیم ولی اصلا باش کار نکردیم. دلیل داشت. دلیلش این بودش که محیطی که من دارم توی CMD یا همون توی کامنت پرامپت روش کار میکنم خیلی شبیه گیت بشه و تنها تفاوت‌های خیلی ریزی داره که حالا حین استفاده ازش بهش اشاره میکنیم. اما حالا اصلا من چطوری میتونم به این گیت بش دسترسی داشته باشم؟ هیچ کاری نداره. فقط وارد فولدری که مربوط به پروژمون هست میشم، یکی دیگه راست میکنم، open git bash here. باز شد. ببینید گیت بش به ما برنچی که توش قرار گرفتیم رو داره نشون میده. تفاوتش هم اینه که اول همه دستورات مشابه همون دستورات کامند پرامپت یه دلار ساین داره. هیچ تفاوت دیگه از لحاظ ساختاری در حال حاضر به اون چیزی که ما احتیاج داریم با کامند پرامپت نداره. خیلی خوب. پس نحوه دسترسی به گیت بش رو یاد گرفتیم. الان ما صحبتمون روی برنچ ها بود. در موردش رو صحبت کردیم ولی اصلا نمیدونیم چجوری ساخته میشن. ببینید 4 تا دستور واسه حالا کار با برنچ‌ها دستورات اصلی وجود داره. البته که تمام این دستورات کاملا به صورت زنجیروار هستن و همشون با هم ارتباط دارن. اما حالا واسه ساخت برنچ حالا به صورت اولیه و خیلی ابتدایی به 4 تا دستور احتیاج داریم که لیست‌وار بخوام براتون بگم. گیت برنچ نام برنچ، گیت برنچ -ال هست، گیت سویچ نام برنچ و گیت چک اوت نام برنچ. حالا ببینیم اینا چی هستن، مثلا چطوری چیکار میکنن، به چه کاری میکنن. اول از همه من در مورد برنچ ها صحبت کردم و گفتم که ما میتونیم از برنچ اصلی شاخه‌های فرعی زیادی بگیریم. اما اینکه حالا بینشون چجوری باید جابجا بشیم و اینکه الان اصلا رو کدوم شاخه هستیم و باید چطوری بفهمیم. یه دستوری وجود داره، دلار ساین همیشه میمونه، نیازی به تایپ نداره. اول همه دستورها هست و اصلا نیازی نیستش که نگران باشید که این موقع فراموشش کنید. میام چیکار میکنم؟ میام یه دستوری می‌نویسم به نام git branch -l. ببینید چیکار کرد؟ اومد این -l منظور لیست برنچ است. میگم آقای گیت لطف کن لیست برنچاتو به من بده. میگه باشه. تو 3 تا برنچ داری، about us داری، لاگین رو داری، مستر داری و الانم روی مستر. میبینید رنگش متفاوته، یه ستاره داره. این از اینجا میشه فهمید، از اینجا میشه فهمید که شما الان روی برنچ مستر هستین. خیلی خوب. خب آقا من میخوام جابجا بشم، میخوام از روی برنچ مستر بیام برم روی برنچ لاگین، یا اصلا میخوام بیام برم روی برنچ about us. خیلی خوب. اینم خیلی راحته. 2 تا دستور بیشتر نداره. اما قبل از اینکه در مورد دستور صحبت کنیم یه نکته خیلی مهم هست. ببینید اصل ساخت برنچ این بودش. ما می اومدیم یه کپی از شاخه مورد نظرمون میگرفتیم روش کار می‌کردیم. خیلی خوب این شاخه مورد نظرمون شامل چی بود؟ هم ریپوزیتوریمون بود. من به شما گفتم ریپوزیتوری چیه؟ گفتم ریپوزیتوری یه فضایی هستش که ما توی گیت ایجاد می‌کنیم و همه فایلامون رو با دستورات اد و کامیت به اون اضافه می‌کنیم. فرض کنید شما توی ریپوزیتوریتون یه سری فایل داری که اد نشدن، تو استیتتون باقی موندن یا نه آقا اد شدن کامیت نشدن. نهایتا میشه گفتش که به صورت کلی یه سری فایل دارید که کامیت نشده. شما باید قبل از اینکه برنچ جدیدی بسازید بیاید همه اونا رو کامیت کنید. اگه این اتفاق نیفته برنچ که ساخته میشه بدون اون فایل خواهد بود و خب شاید شما اینو نخواید. به شاید هم بخواید. من نمیدونم بستگی به کاربردتون داره. مثلا یه موقع میگه آقا یه سری فایل هست من کامیت نمیکنم، تو کاری با این فایل نداشته باش، دو تا همکاری. تو برو رو همونایی که الان روی برنچ مستر هست یا حالا روی برنچ هر نامی برو از اونها واسه خودت یه دونه برنچ فرعی بگیر روش کار کن. اما یه موقع میخواین عین اون چیزایی که دارید رو داشته باشید که بعد کامیت کنید. ولی به صورت کلی خاطرتون باشه باید تمام فایل‌ها کامیت بشن. بعد از اینکه کامیت شدن اضافه شدن به ریپوزیتوریتون و طبعا به برنچ اصلیتون، اون موقع از روی برنچ اصلیتون، حالا منظورم از برنچ اصلی دقیقاً مین یا مستر نیست، ممکنه شما بیاد یه برنچ از برنچ فرعی بگیرید، یعنی فرعی دوم بشه نه فرعی اول. به هر حال منظورم اون برنچ هستش که میخواید ازش برنچ فرعی بگیرید. بعد همه فایل ها کامیت بشن و هیچ داخل استیت نباید باقی بمونه. این نکته رو به یاد داشته باشید. خیلی خوب برگردیم سر موضوع. گفتیم آقا ما اینجا 3 تا برنچ داریم، 3 تا برنچ داریم و میخوایم حالا بینشون حرکت کنیم. از این سویچ کنیم اون، از اون سویچ کنیم اون. یکی چیکار میکنیم؟ گفتم 2 تا دستور بیشتر نداره. یک گیت سویچ، یک گیت چک اوت. من با سویچ کار میکنم. ولی چک اوت هم هیچ فرقی نداره. چیکار میکنیم؟ میگیم گیت دلار ساین که میمونه. سویچ رو کدوم بریم مثلا بریم روی about us. بفهم چی گفت؟ گفت switch to branch about us. میگه آقا روی برنچ about us switch. خیلی خب من این موضوع میتونم اینجا ببینم ولی میخوام لیستش هم ببینم دیگه. پس میام میگم git branch -l. الان ببینید چی شد. الان که اینجا قابل مشاهده هست که از مستر به about تغییر کرده about us، اینجا قابل مشاهده هست. اون موقع اینجا بود، الان ستاره اینجاست و about us تغییر کرد رنگش. خیلی خوب
موضوعی که وجود داره اینه، من الان اون چیزی که دارم اینجا تو فایلم میبینم، خب اون چیزی هستش که توی برنچ about us هم هستش. و خاطرتون باشه ما وقتی داریم برنچ رو ایجاد میکنیم هر کدوم از این برنچ ها محیط ایزوله خودشونو دارن. اگه من تغییری توی about us ایجاد بکنم فقط واسه برنچ about usه. وقتی سویچ کنم بیام داخل لاگین که این لاگین اومدم از about us گرفتم، دیگه تو لاگین تغییر نکرده. تو لاگین دیگه اون فایل، یا حالا اگه فایل اضافه کردیم دیگه نیست، اگه کمش کردیم دیگه هست، هر تغییری که بوده کلا اون تغییر توی لاگین ایجاد نشده. با چشم ببینید. من میام اینجا یه دونه اینو میسازم. اینو ساخت. میخوایم ببینیم ما چی شده، الان چه اتفاقی افتاد. روی کدوم برنچیم؟ about us. میام چی میگم؟ میگم git status. چی داره میگه؟ میگه آقا تو یه دونه فایل داری، خب که این فایل آن ترکته. یعنی چی؟ یعنی نه ادش کردی نه کامیتش کردی. آقا من نمیتونم اینو ردیابی کنم. بدو اینو ادش کن، بعدش هم کامیتش کن. خب یه چیزی بگم، یه دستوری وجود داره که بد نیست باهاش آشنا بشین. یعنی میشه گفت یه هینتیه که حالا اینجا برام میداده و نداده، نمیدونم چرا. البته خب احتمالاً تو کامنت باکس میده داخل گیت بش شاید ند. هینت شاید ند. چیه؟ git commit dash a یا dash a دوباره dash m بعد نام در واقع کامیت. این چی میگه؟ میگه آقا همزمان لطف کن، دیگه نمیخواد بیای اول اد کنی بعد کامیت کنی، بیا اد و کامیت رو با هم دیگه همزمان انجام بده. که من دستورش رو مینویسم شما میبینید، ولی یه نکته در خصوص این خط دستور وجود داره، اونم اینه که فایل هایی که مودیفای شدن فقط از این راه میتونن کامیت بشن. اما اگه یه فایل جدید مثل الان ایجاد شده، این فایل از این روش که همزمان هم اد بشه هم کامیت بشه اضافه نمیشه. خب میتونیم اینو ببینیم که مطمئن شیم اصلا همچین چیزی هست یا نه. خط دستورمون اینه، اومدیم گفتیم git commit، درسته، dash a اد کن dash m تیتر یا عنوان کامیت همون میذارم، add بذارید add new html. خیلی خوب. میگه nothing added to commit but on tracked files present use git add to track. میگه اد نشد. چیکار کنم؟ حواسم نبود یه دونه اینتر زدم. ببینیم حالا آیا واقعا این صحبتی که کردم انجام میشه یا نه. چیکار کنم؟ میگم git status. ببین همون حرفی که زدم، هنوز فایل اینجاست. پس من از این خط دستور زمانی میتونم استفاده کنم که این فایل من، این فایلی که دارم در واقع این فایل من تازه اضافه نشده باشه، فقط یه تغییر کوچیک توش ایجاد شده باشه و مثلا پاک شده باشه. اما اگه تازه بخواد اضافه بشه بعد یکی یکی هم مراحل رو بریم. پس میریم دیگه، میگیم git add، حوصله ندارم اسمش رو بزنم، اینو میزنم الان اد شد. ببینیم اد شده یا نه. git status میگه آقا اد شده، کامیتش کن لطفا. میگم git commit dash m، اسمی که این بالا گذاشتم یه کپی کنم، میگم کپی بشه. خب نشد، بذار یه بار اشکال نداره می‌نویسم git commit dash m نشد. خب میزنم add new html. چی رو گفت؟ الان کامیت انجام شد. میگه یه فایل تغییر کرده بود یه دونه اضافه شده بود، هیچی هم پاک نشد. یه فایل تغییر کرده بود، نه چیزی اضافه شد نه چیزی کم شد. منظور از اضافه شدن ایجاد فایل جدید نبود، منظور از اضافه شدن این بودش که هیچ لاینی، هیچ تغییری تو فایل موجود ایجاد نشد. یعنی هیچ مودیفای ما نداشتیم، فقط یه دونه فقط جدید ساخته شده، یه فایل جدید اضافه شده. حالا استاتوس بگیریم ببینیم چی میگه. میگیم git status on branch about us nothing to commit working tree clean. یعنی هیچ فایلی وجود نداره که کامیت نشده باشه. خیلی خب، ما الان رو برنچ about us اینجا رو ببینید، این فایلی که من ساختم. الان میخوام برنچم رو عوض کنم. میگم چی؟ میگم git switch. این دفعه برو روی مستر. ببینم چه اتفاقی میفته. دیدی چی شد؟ فایل رفت. الان من روی برنچ مسترم. اون تغییری که ایجاد کردم توی برنچ about us بوده، کاملا محیطش ایزوله بوده و فقط تغییر برای خودش بوده، هیچ ربطی به مستر نداشته. و این نکته هم رعایت کردیم که قبل از اینکه من سویچ کنم اومدم توی برنچ about us هم اد کردم هم کامیت کردم. حالا اگه این کارو نکرده بودم
و میومدم سویچ میکردم، اون شب به همون شکل میموند. ولی اگه میخواستم از روش برنچ فرعی بگیرم دیگه تو برنچ فرعی فایل HTML نبودش. فکر میکنم واسه این جلسه کافیه. ممنونم.